برای پیشگیری از بیماری‌های سرطان در منطقه باختر و کلاب دو مرکز سرطانشناسی و در مرکزهای سلامتی شهر و ناحیه‌های ولایت حجره‌های قبول فعالیت می‌نماید که شهروندان می‌توانند به متخصصان ساحه مراجعت نمایند. در مرکز سرطانشناسی ولایت برای تشخیص و تبابت بیماری‌های سرطانی شرایط لازمه فراهم گشته و خدمت رسانی شبانه روز صورت می‌گیرد. طوری طبیبان مرکز مذکور اطلاع می‌دهند بیماری‌های سرطان سال‌ها زیاد گشته و کودکان تا سن 18 ساله 100 نفر را تشکیل می‌کند. پس معلوم می‌گردد که به قیدگیری بیماری‌های سرطان به خصوص لیکوز، بیماری‌های زنانه، پوست، استخوان‌ها و لیمفوماها به مشاهده می‌رسد. 4 فوریه در تمام جهان روز عمومی جهانی مبارزه بر بیماری سرطان تجلیل می‌گردد که آن با پیشبرد تحقیقات سرطان، پیشگیری سرطان و بهتر نمودن نگاهوبین بیماران نگرانده شده است. با این مشکلات عمومی جهانی جلب نمودن دقت اهل جامعه این تصادفی نیست، زیرا بیماری سرطان یکی از سبب‌های اساسی مرگ در جهان است. مقصد و هدف‌های اساسی برگزاری این روز بین المللی بلند برداشتن سطح آگاهی اهالی از بیماری سرطان همچون یکی از دهشتناکترین بیماری زمان معاصر جلب توجه جهانیان به این مشکلات گلوبالی، پیشگیری، آشکار و تبابت این بیماری میباشد. طبیبان مرکز سرطانشناسی ولایت ابراز می‌دارند که سالهای قبلی به قیدگیری بیماری‌های سرطانی معده و روده 12 انگشته و سرخنای زیادتر بود، اما باعث نگرانی است که بیماری سرطان غدود شیره و گردنه بچه‌دان مشکلات اساسی کارمندان ساحه تندرستی گشته و حتی در بین جوان دختران نیز این بیماری‌ها زیاد شده ایستاده است. در حقیقت بیماری‌های سرطانی گردنک بچه‌دان و غدود شیری متاسفانه در جمهوری تاجیکستان تعداد به زیادشوی است. اگر در جای اول بیماری سرطان غدود شیری باشد، در جای دوم علاقه بیماری سرطان گردنک بچه‌دان است. متاسفانه زیادشوی تعداد همین کسل سببش یکم در اون است که سری وقت مراجعت نکردن زنها با مؤسسه‌های طبی، یعنی نگذاشتن آنها از معاینه پروفیلاکتیکی. امروز دکتران در اختیار خود تمام تکنولوژی معاصر تبابت و بیماری‌های آنکولوژی را دارند. در عین زمان سرطان یک حکم نیست. سرطان این بیماری است که با آن مبارزه بردن ممکن است و سرطانشناسان این گونه تبابت کردن آن را علاقه می‌دانند. اعتراف و تشخیص سرطان را حتی در مرحله‌های خیلی بروقت می‌گذارند، وقتی که این بیماری به نشانه بوده ظهور نمی‌کند. طب معاصر رو به ترقیات است و در مؤسسه‌های تندرستی به خصوص مرکز سرطانشناسی تجهیزات معاصر مجهز گشته و برای براه ماندن اصول‌های نوی تشخیص و تبابت متخصصان به تکمیل اختصاص فرا گرفته می‌شوند با مقصد بهتر شدن فعالیت طبیبان و مشکلات اهالی را آسان نمودن که از نبودن شرایط بعضاً تجهیزات‌ها به مؤسسه‌های طبی جمهوری مراجعت می‌کردند. روزهای نزدیک با دستگیری حکومت جمهوری، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و مرکز سرطانشناسی ولایت به مبلغ زیاد از 4 میلیون سومانی تجهیزات معاصر طبی، ماموگراف، گاستروسکوپ و ده‌ها لوازمات ضروری طبی دسترس می‌گردد که کارمندان طب می‌توانند اصول‌های دیگر تبابت بیماری‌های سرطان را انجام دهند. سرطان گردنک بچه‌دان اگر در مرحله اول باشد تبابت شونده است، یعنی ما می‌توانیم با راه جراحی، با راه تبابت نوری، تبابت کیمیایی با بیماران شفا بخشیم. اگر در مرحله اول باشد، مرحله دیرتر باز هم علاقه جراحی نیو، اول تبابت نوری یا که تبابت کیمیایی، پس از اون جراحی. مبتلا شوی به بیماری‌های سرطان که سالهای آخر جوان شده ایستاده است، یک سببش استعمال نادرست غذاهای تیزتیار، نوشاکی‌های گازناک و باز ده‌ها موادهای دیگر که در دکان‌های سریراهی پیشنهاد میزاجان گردانیده می‌شود. یکی از سبب‌های زیاد شدن بیماری سرطان رو
این تلفن های موبیلی ارزیابی میکنند. موجهای الکترومگنیتی تکنیکی مؤثر به سلامتی انسان ضرر کلان دارد. غیر از این بعضی خوراک هایی که ما استعمال میکنیم در ترکیب خود ماده های کیمیایی یا کانسروژن ها بسیار دارند، زیاد دارند. این همه باعث میگردد که سرطان زیاد و جوان شود. از شماره 4773 نفر مبتلا شده بیماری های سرطانی 3012 نفرشان زنها می باشند. سبب اساسی گرفتار شوی به سرطان گردنه بچه‌دان و غدود شیری، اسقاط حمل، رعایت نکردن فاصله بین تولد، بیماری های سیرتی توسط علاقه جنسی گذرنده می باشد که زنان باید برای پیشگیری از این بیماری ها نسبت سلامتیشان اهمیت جدی دهند. بیماری سرطان مرحله های گوناگون داشته. اگر که شهروندان در مرحله اول بیماری به متخصصان سرطان شناس مراجعت نمایند، بیماری پیشگیری کرده می شود. یعنی اگر که مرحله های سوم و چهارم باشد تبابت ندارد. بیماری سرطان چون بیماری دیابت قند و سکته دل خطرناک به سلامتی می باشد. سالهای آخر که این بیماری ها در بین سن و سال گوناگون زیاد شده ایستاده است، ساکنان باید با کارمندان ساحه تندرستی در ارتباط باشند.